سلام دوستای نهایت عزیز، امیدوارم جور صحتمند سر حال باشید. ما میترمدیم پیاده روی در داخل امزی شهری که زندگی مونیم. شهر هم دیگه بخیر کم کم آمادگی کریسمس رو میگیره. ببینیم که چه رقم چراغانی که در شهر، یعنی که از مرکز شهریه که ما در اینج زندگی نیم و یعنی چرخ فلک رم شهرداری به اصطلاح اینجا گرفته نصب کده که تا بچه ها بدن اینجا چرخ فلک سواری کنه. و این بیگاه کسا ما همراه آرش و همراه علی آقا آرسیم هم دیم در اینجا که یک لحظه از این هوای خوب، از این جای خوب لذت ببریم. آرش یک سلام کنم بلده دوستا. خب سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید ویدیو نو از ما. این کانال نو از ما، حتما سابسکرایب کنید دیگه. باز هم دیم به جشن کریسمس از جای دیگه. بسیار عالی، بسیار علی آقا تو یک سلام کنم بشش. سلام علیکم دوستان عزیز، امشب که می‌بینید در جشن کریسمس هم دیم یا روز جشن کریسمس میره و ما اینجا ایتساین چی هستیم. آفرین، ها دیگه اینا آمادگیش میگیرن نه؟ آره بینگردیم که چی میشه دیگه. اینجا که هست دکه های کوچیک هستن که مثلا مردم ها چیزای خوب شده اینجا بلده فروش میله. مثلا این طرف یک دانه آسکاری خیلی قشنگ دیگه. و اینج که است یک استیج است که باز مردم ها اونجا استاد میشن و مردم را میگیرنن دیگه توغ مونن. و اینی جاهای چیز هستن که بلده بچه ها جور کردن که بچه ها اینجا مثلا از این چرخ فلک ها استفاده کنه. اینجا بچه های ریزه هستن. دوستان عزیز در کامنت نوشته کنید که در شهر شما چی کریسمس را مثلا جشن میگیرن یا نه؟ آره این آمادگی بلده کریسمس گرفته شده نشده در این شهر که ما هستیم دیگه. اینی را آمادگی گرفته شده. اینی هم دکه های هسته که مثلا چیزایی مثلا دیدنی مثلا مثل شکلات و سوسی کایتن این چیزا هستن و در روی از شکلات ها کسته چیزایی مثلا نوشته شده این رقم. اینجا هم کسته آجیلایی هسته که مثلا برای خرید هستن میتونی بخری این رقم. دیگه ببینیم که دیگه چی رقم دکه ها رو اینجا اشته. دوستان ما از کلی که دکه ها از این شهر کس بلدشیم فیلم میگیرم و اینی هم کس درخت کریسمس از این به اصطلاح نمزی جایی که هست همی مرکز شهر کس اینمی درخت کریسمس امسال از مو کس اینمی است دیگه که برمزی شهر کس تزیین شده و جور شده به اصطلاح. علی آقا تو چی میخوای بگی؟ دوستای عزیز اگر در کامنت نوشته کنید چی رقم دیگه ویدیو کنیم مثلا بازم اگر نوشته کنید بازم امور کم ویدیو مونیم دیگه. آفرین. دوستای عزیز اگر کدام ویدیوهای مثلا شما دوست داشتین که ما بلدشیم بگیری این علی آقا مگه دیگه ما ویدیوهای خوبتر قشنگتر بلدشیم میگیریم دیگه. بینگرنیم که دوستای عزیز شما چی رقم انتخاب دارین، چی رقم علاقه دارین که ما بلدشیم ویدیو بگیریم دیگه. اینیم کسته اینی گوشه شهر، اینی درخت هایی کسته اینجا که چیز میشه استاد هستن. اینا بلده فروش هستن. اینا درخت های کریسمس هستن که مردم میخرن بلده خانه خوب بلده سال نو به اصطلاح بلده کریسمس. اینی مجسمه هم کسته اینا همیشگی اینجا همیشه استاد هستن. این سال هم گرفتن رنگ کردن و گرفتن جور کردن
دیگه ها دیگه همین یک چیزا هست دیگه. ببینیم که دا اینجا رقم چی ببینیم چی چیزایی هستن. چی میخوای بگی علی آقا؟ چی بودم نمیشه در کریسمس اینجا نه در یک ماه اینجا یک چیز هست نه ما از بساقی ایت خود چیز جور نه خب بعد یک چوب میگیرن نه از بساقی ایت میزنه ایت نه بعد دیگه دایدن دیگه ایت خنده داره. اصلا باز بخیر از اون ویدیو میگیریم. ها چیزی که علی میگه در نام کرامپوس هستن. کرامپوس نمیفهمم که در فارسی هم کدام نامی داره یا نداره ولی در زبان آلمانی که است کرامپوس میگه دیگه. انشالله که اگر او برنامه از کرامپوس شروع شدن بلدهشیم یک ویدیو مفصل میگیریم که ببینیم که چی رقم مردم ها که است از کرامپوس که است مثلا چی مونه دیگه. ببینیم که چی رقم است. یعنی هم یک استیج بسیار عالی اینجا که اینجا بازم موزیک میله البته رقص کنه دیگه مونه دیگه. آره دوستای عزیز دیگه اینجا مردم ها که است باز میای اینجا که است نوشیدنی های است که مردم ها اینجا می نوشه و در مردم ها که است لذت مبره به اصطلاح از سال نو و چیزایی که است اینجا نوشیده نمیشه به نام گلووین است مثلا و چیزای نوشیدنی های خیلی زیاد است دیگه. ببینیم دیگه چی رقم این جا که است راستی این دکان که است این چیزای شم چیزا سودامونه اینجا که است سایکن این شما اینا که است این هم سودایی است که قیمتایش روش ده 5 یورو 16 یورو و دکور بسیار خوبش داره. و اینجا هم که است اصل اینا هستن. اینجا هم که است یک مغازه خیلی غرفه قشنگ دیگه که برای واین اختن که است آمادگی گرفتن. چیزای خیلی جالبه چیزای خیلی خوبیه. خب این هم یک رسم و رسوماتی است که در اروپا هستن به اصطلاح مردم که هستن اینجا می رسم و رسومات را دارن و اینجا که هستن اینی کلاهای گرم به اصطلاح که سودا میشه. اینجا که هستن کلاهای گرم زمستانی بلده بچه ها خانم ها بلده آقایان هستن دیگه. اینکه میریم و ببینیم که دیگه چی چیزا هستن. و جالب ترین چیز اینجا است دوستا که بیشتر از این دکه ها رو که اینجا جور کرده بیشتر از این دکه ها رو که جور کرده مثل بالا سرش یک دانه مثل یک ساختمان لینت یک فیگوری از ساختمانی که به اصطلاح مربوط از همین شهر مشا جور کرده. اینی هم که است یک دانه از فیگورای است که مال فکر کنم مال کلیسای از همین شهر است و اینی هم یک دانه از به اصطلاح ساختمانای همین شهر است که البته که دروازه زیر همین دروازه را اگر پایین کنه بسته کنه بازی کست هم خود ساختمان کلا نمای ساختمان کست معلوم میشه و همچنین اینی هم کست یک نمای از یک کلیسای از همین شهر است که اگر آره دیگه دروازه زیر هم پایین کنه نما کلا تکمیل میشه و نمای کلا ساختمان معلوم میشه. و اینی هم دروازه شهر که به اصطلاح داخل شهر از این طرف میشه از طرف شمال شرق از طرف شمال شرقی شهر وقت داخل شهر میشیم یعنی می دروازه شهر است به اصطلاح دروازه خود از همین مرکز شهر دیگه. یعنی یک چیزا داریم ان شاء الله که بخیر ویدیوهای بعدی بخیر بلدشیم ویدیوهای بیشتر و خوبتر متفاوت‌تر میگیریم که تا ببینین از رسم و رسوماتی که در یک کشورها در کشورهای مثل اروپا مثل اروپای شرقی غربی اروپای مرکزی اینجا هست بلدشیم ویدیوهای خوب میگیریم. البته اینی ساختمان نکستم مالی یکی از اونیورسیتت از این شهر است که بسیار یک اونیورسیتت مشهوره دیگه. عکس از اینم گرفته در اینجا اشته دیگه. اینجا هم که است مردم که است اینی در اینجا که است جمع میشن و گلو وین مخورن. در نام گلو وین هستن یک رقم وین هستن که همراه چای گرد میشن و همراه چای مخورن دیگه. اینه یک چیزا هستن دیگه
دیگه دوستای نهایت عزیز، دیگه وقت شما رو زیاد نمیگیرم. دیگه امیدوارم که در آینده بتونیم ویدیوهای خوبتر، قشنگتر بلدشیم آماده کنیم، جور کنیم. دیگه لطفاً لایک، سابسکرایب یا چیم نره، کانال از ما را پشتیبانی کن تا ما بتونیم از این کشورهایی که دوستان دیگه ما که در افغانستان هستن، در کشورهای آسیا هستن به اصطلاح ببینن و این رقم رسم و رسومات و فرهنگای از این کشورهای اروپایی مثل اتریش، آلمان، مثل فرانسه، این چیزا رو هم بگن و خوب است به نظر از من. دیگه وقتتان خوش، خدا نگهدارتان، خداحافظ.